خب آقای سراجدین وقتی ما به شما زنگ زدیم و شما ملاقات رو در نزد دکان نهال فروشی تعیین کردید، آیا ما هم فکر کردیم که نکند که سراجدین برای خریداری نهال برای نوروز آمده باشد؟ تا کجا این وای ما درست است این اندیشه های ما؟ در حقیقت فکر شما درست است. فصل بهار خودش فصل یک نهال شینانی، یک باغ بنیاد کردن است. ما قریب که همه نمود درخت‌ها را هست در حولیم. فقط یک توتی بدونه در کار بود، برای ما همینجا اومدم. قریب که هر روز ما در درون همین درختاییم. توتی بدونه برای استعمال خودتون است یا برای زیبایی میخرید؟ برای استعمال فرزندو استفاده میبرن. و همون درختی که جستجو میکردید پیدا کردید یا نه؟ من نرخش چقدر است؟ ما پیدا کردم ده بالاتر است. هنوز خریداری نکردید؟ نه. پس امیدوارم که پیدا میکنید ان شاء الله. خب ببینید که مثلا بدونیم که ایجاد کردن آهنگ خیلی دشوار است، گیم زحمت‌های زیاد طلب میکنه، اما پروردن نهال چی است؟ چگونه هست؟ مثلا به مثل همون ترانه هست یا خیر؟ راستی درخت شیناندن، درخت بنیاد کردن قیمت‌تر است. ترانه را همین یک جا شیشته مثال میخونی ایجاد میکنی، لیکن درخت باید که دل قطعی حس کنی، باید با درخت هم صحبت باشه، باید درخت نوازش کنی. شما خودتون مهر دارید به همین چیز یا که مثلا شاید پدر و بابایان شما نهال میشنوندن شما میدیدید؟ پدر و بابا هم میشنوندن، با من خودم شوق زیاد دارم راستی که همین درخت شینانی، گل شینانی، همین عموما من فصل بهار را دوست می‌دارم. فصل اسکی، فصل زیبایی، فصل شکوفایی. مبادا در فصل بهار تولد نشدید؟ ماه مارت، دوم مارت. نه. خب پس هر چند دیر هم باشه تبریک ما رو بپذیرید. و مثلا من خواستم یک چیز پرسم، مثلا درخشنونی هم یکی از رمزهای نوروزی است. باز کدام از سنت‌های نوروزی شما مثلا گیم ارج میگذارید و گیم اونا شما تجلیل میکنید؟ نصیب کردگی باشه روزی 24م در دهه‌ای که زندگی میکنم همونجا دا بوز، من بوزکشی را بسیار دوست می‌دارم. اینا مردم هم مرا دعوت میکنم به بوزکشی. من همونجا دا من خودم چواندوز نیستم، اسب ندارم، لیکن من نقض میبینم من بوز دادم روز 24م. شما بوز دادید؟ خودتون اشتراک نمیکنید؟ خودم همونجا اشتراک میکنم برای مردم، برای خرسندی مردم یک بوز تشکیل کردم. سرود میخونید یا که شما هم سوار اسب میشوید و تلاش میکنید بوز به دست بیارید؟ هم سرود میخونیم، هم مردم خرسند میکنن، بوزکشی میکنن. ببینید مثلا گیم ما هم که در نوروز قرار داریم مثلا تجلیل میکنیم، همین یک سالی که گذشت از اون نوروز تا به این نوروز گیم در حیات شما چی دیگرگونی بود؟ در فعالیت ایجادی شما چی دیگرگونی بود؟ مدت یک سال آلبوم نو بنیاد کردیم ما. خدا خواهد پیشکش شنونده ها شد، یک قسمش یک قسم دیگهش با روزای نزدیک میبراید. خلاصه فقط پای ایجاد، پای نوگانی. البومی که شما تازه ایجاد دارید از اون البوم هایی که گیم قبل از خاموشیتون ایجاد میکردید چه تفاوتی دارد؟ شاید شما رویتون کمی تغییر داده باشید، آهنگاتون به دیگر شکل؟ بله زیاد فرق داره. در این البوم جدید قریب که حاضر زمان بگیم که استیل حاضر زمان، تمام استیلایی که جوانان دوست می‌دارن، سخن‌های بلندن، لیکن موسیقی حاضر زمان. با نام البوم هم که باشد پس از چندین صبوری ها. خیلی مثلا علاقه شما آدم رو مجبور میکنید که همون البوم خریده گوش کنید که چی؟ مثلا شما خاموش بودید یک مقدار یک تای چند مدت و بعدی که برگشتید مثلا چی فکر میکنید؟ اون شنونده که داشتید هنوز مثلا همون شنونده خودتون تونستید حفظ کنید یا که نه؟ فکر میکنم شنونده صدقی باشه اگر و قطعی همون سراینده آوازخوان با همراهیش پیر میشه. فکر میکنم که همون شنونده های ما عین زمان هستن. چخیلی که فردوسی بزرگوار میگه که 200 مرد جنگی به از 100,000 بگذار 200 نفر باشن، 200 نفر صدقی برای ما کفایه. بله. در وصف نوروز نخواستید یگان مخصوص آهنگ ایجاد کنید؟ راستی همین برای نوروز وابسته به نوروز هم خیلی چیزا ندارم، لیکن قریب سرودا همش در وصف جوانی، عشق، زیبایی. شما در ثبت‌های تلویزیون گیم در برنامه‌هایی که بخشیده به نوروز است اشتراک میکنید یا نه؟ مثلا ثبت البته ما ثبت کردیم. کدام ترانه‌تون پیشنهاد کردید و اگر مشکل نباشد میتونید 4 مصرع برای بیننده و شنونده ما نیز پیشنهاد کنید اگر مشکل نباشد. همچنین تبریکات. باشد. یک سرود جدید کردم هم به زبان بدخشانی هم به زبان تاجیکی.
خدا خواهد روز نوروز شنونده ها میتونن و هم بشنون هم تماشا کنن. لب دریا برایت خانه سازم، برای کاکلانت شانه سازم. اگر میل دلت بر عاشقی نیست، اگر میل دلت بر عاشقی نیست، چرا بر گوش خلق آوازه کردی؟ ای چشم خمار، ای چشم سیاه، ای نیم نگاه، ای ابرو چو ماه، ای چشم خماره، ای جلوه نمایه، ای جلوه نمایه، ای جلوه نمایه، ای جلوه نمایه. خوش رو به وفای تر ندیزه، بهارن دل شتای تر ندیزه. تو یک موی وطد یه باید وزونتا، تو یک موی وطد یه باید وزونتا. تو چیز از موجودای تر ندیزه. این زبانی تشکر. کی کمک کرد برای شما برای تهیه همین آهنگ؟ یک دوست دارم از روشان، عالم جان. همون کس بسیار خواهش کرد که ما میخواهیم که از زبان شما یک زبان به زبان بدخشانی یک سرود ایجاد شود و ما همین برای هم مردم بدخشان بسیار دوستای زیاد دارم. تشکر. مشکل نبود برایتان این زبان؟ چون بیشتری آوازخوانا میگن کمی مشکل است. من نمیدونم روز دیگه معنی همین من نمیدونم چی میگم، لیکن فکر کردم که خوب رو ما. در آخر میخواستیم تمنیات شما بشنویم در این روزهای جشن. خداوند همین مردم فارس زبان، مردم تاجیک در کدام گوشه و کنار دنیا که نباشن، بگذار همه وقت خانه آباد باشن، تن صحت باشن، وقت خوش داشته باشن. و مثل مردم تاجیک ببین که همین بالیدروهن چقدر خرسندن. در کجایی که نباشن، گرچنده که بیرون وطن بودن خیلی مشکله، لیکن من تمنا دارم که بگذار زنده دل باشن، خوشبخت باشن، در کجایی که نباشن با تاجیکو باشن. تشکر زیاد. نوروزتان مبارک باشه. شما دم مبارک باشه.